سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ صحتمند. امروز میخوایم براتون یک سنگ به معرفی بگیرم که شاید آشنایی داشته باشین امروز، اما چون بعض سنگ هاست که نایاب هستن و کم پیداستن، بعض سنگ ها را شما شاید دیده باشین و بعضی را ندیده باشین. این است خامه زمرد شاید بشناسین. این خامش است دیگه. این رقم میبینین دار پلک های ریزه خورد چیزای، یعنی چیزی دیدنی یا کلش برای فروش است.